با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان جمع آمدی تنتنوی بخشیده به روز دانش در مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی میقیاس شهری گلستان آغاز گردید. امسال با مکتب‌های جمهوری تاجیکستان 200,000 نفر کودکان به صنف یکم می‌روند. در شهر گلستان باشد به صنف یکم زیاده از 1200 نفر خوانندگان رفتند. رنا هاشمزاده رئیس شهر گلستان خوانندگان و آموزگاران را مبارکباد نموده از غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامی رحمان اوید بر رشد و تحکیم بخشی ساحه معارف گفت. در همه مؤسسه‌های تعلیمی میقیاس ولایت سوخت چنین جمع‌آمدی ایدانه برگزار گردیده بعداً خوانندگان به درس صلح وارد گردیدند. با شکرگزاری از صلح و ثبات امروز آموزگاران صاحب تجربه ولایت سوخت با سری بلند فعالیت مهنتی داشته دستاوردهای نو به نو را صاحب گردیده ایستادند. باید گفت که آموزگاران در درس صلح به خوانندگان ماهیت صلح و وحدت ملی را فهمانیده آنها را به خویشتن شناسی و حفظ صلح و ثبات دعوت نمودند. درس صلح از صنف یکم تا صنف 11 با راهبران صنف گذرانیده شده پس موافق جدول درس‌های فنی را خواندند. امروز پرزیدنت کشور بخشیده به روز دانش در افتتاح بینای اساسی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان اشتراک نموده سخنرانی نمودند. آموزگاران و خوانندگان صنف‌های بالای مؤسسه‌های تعلیمی میقیاس شهر گلستان و ناحیه باباجان غفورов سخنرانی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامی رحمان را طریق مستقیم از آینه نیلگون تماشا نمودند. در جمهوری عزیز ما در همه مؤسسه‌های تعلیمی چون انعنا یکم سپتامبر روز دانش جشن گرفته شده ایستاده است. از آن جمله در مؤسسه تعلیمی دولتی گیمنازیوم رقم 1 بنام اکادمی باباجان غفورov شهر گلستان نیز جمع‌آمدی پگاه روزی بخشیده به روز دانش تشکیل و گذرانیده شد و با همراهی صنف‌های بالایی برآمد اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان را تماشا کردیم. ما آموزگاران و طالب علمان مؤسسه تعلیمی دولتی گیمنازیوم رقم 1 بنام اکادمی باباجان غفورov دستور و سپارش‌های جناب عالی را نسبت به بلند برداشتن صفتی دانشی خوانندگان اشتراک خوانندگان در آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. این فروغ معرفت تامین نموده کوشش به خرج می‌دهیم که دستاوردهای نظررس را به دست آوریم. ضمن سخنرانی خود اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامی رحمان به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سپارش دادند که مسئله با کادرهای آموزگاری پورا تامین کردن مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی را در کوتاه‌ترین مدت حل نمایند. همچنین گفته شد که در زمان صاحب استقلالی روند ساختمان و از نوسازی و تحکیم پایه‌های مادی و تکنیکی مکتب‌ها وسعت بی‌سابقه پیدا کرد، اما تامین مؤسسه‌های تعلیمی با آموزگاران سطح بلند کسبی، نورسایی آموزگاران تجربه‌دار و زباندان فنی و مقام آموزگار در جامعه از مسئله‌های حل طلبی امروزه ساحه میباشد. قید نمودند پرزیدنت کشور محترم امامی رحمان. این برآمد را تماشا کرده ایستادیم و از برآمدهای پرزیدنت محترممون نهایت هم سرفراز هستیم چونکه پیشوای ملت بیواسطه به ما درباره نارسایی کادرها برطرف کردن نارسایی کادرها در ساحه معارف سخن راندند که این پیش از همه غمخواری پرزیدنت مملکت را نسبت معارفچیان بررسی می‌کند. غیر از این روی آوردن مملکت با راهبری پرزیدنت کشور به آزمون‌های جمهوری و مانند فروغ صبح دانایی کتاب است. من که خود اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب هستم نهایت سرفراز هستم که در این آزمون اشتراک کردم و بی‌واسطه گفتنی هستم که چقدر اشتراکچیان زیاده که در این آزمون‌ها اشتراک میکنند رو به کتاب میآورند. بنا به معلومات‌های آماری امروز در شهر گلستان 15 مؤسسه تعلیمی و در ناحیه باباجان غفورov باشد 90 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد. اطلاع داده شد که در سال خانیش نو در ولایت سوخت زیاده از 130 نفر آموزگاران با جای کاری تامین گردیده باز کمی نارسایی دارد. در جمهوری تاجیکستان 4000 مؤسسه تعلیمی در خود را بر روی خوانندگان باز می‌کنند که در آنها بیش از 2 میلیون نفر تحصیل کرده حدود 130,000 آموزگاران به آنها درس می‌دهند. گزارش فرخ عثمانوف از ولایت سوخت برای برنامه اطلاعاتی نوید.